بیا اکنون نقابت را برار زهرایم. من دیگر از تو جدا زندگی کردن نمیخواهم. آخر بس است. ایست. چیکار کرده ایستاده ها؟ تمام. نه برار مشکلی نیست. آخر ایستا تو رو میپرونم. دوست داشتم. چیکار کرده ایستاده ها؟ من زیا هستم. مرا میپرونی؟ مرا دوست داشتم نگوی. زهرا به خود بیا. میپرونم تو رو. ایست. هرگز این کارو نکنیست. یا یکی پرون مرا پرون. حالا هم گپ زده ایستاده سه. پرون مرا زهرایم. اینجا پرون. در قلبم پرون. زهرا ایست نه پرون همکار. چیکار کرده ایستاده ای تو؟ چی گپه بچه؟ چیکار کردی تو همکار؟ چیکار کردم؟ حیاتت نجات دادم. چرا رو تو پروندی ابله؟ میکشم تو رو. بگی دستت چیکار کردی؟ بیشرف من تو رو میکشم تو رو. سرده مرا. کمیسر دستگیرش کنه. سرده میکشم اون ابله رو. قریب برا بکش. شد من آرام شدم. مرا رها کن. سردارم آرام شوی. خدا جان. زبید ببینک همکار معذرت میخواهم. با احساسات داده شدم. وقتی دختری نقابدار از دست دادم دیوانه شدم. خوب هستی؟ کنی ایست آنجا را ببینم. بسیار بد می نماید. به نزد یگان طبیب رویم چی؟ به نزد دختر رفتم. کمیسر بیتون بکشم. حمیدی من بیتون بکشم. آرام شوه. چیکار کرده ایستاده؟ آرام شوه. سردارم آرام شوه. چه خیل آدم هستن آنها. یگانه چیزی که من خواستم عدنان جسور رو به نظم آرم. کاری خودم رو خودم مجبورم حل کنم. خیر این بار خودم رفته عدنان جسور رو میدوزم. جسور؟ تو کی رو میدوزدی ها؟ اگر توانی انا بدوز. چی شده؟ خرگوش؟ از ترس ترک کرده ای کو؟ نه ترس تو را بسیار لطکوب نمیکنیم. تو پروا نکن کمال برادر. من خودم این را معیوب میکنم. کنی بیایید هر دویتان را لطکوب میکنم. ملیس را از کمال سیاه ابله نجات میدهم. جسور این چی میگوید؟ نمیشنوی مگر برادر؟ دوست داشته تو رو گپ میدهد. چی؟ دوست داشته من رو گپ میدهد؟ تمام شدی تو تکشی. ملیس به من میزیبد نه به تو. تو و عدنان مانعی به دست آوردن دل ملیس به من نشوید. یا خدایا ملیس کی است؟ برادر با خدای دوست داشته ات است. دختری دوست داشته مرا ها؟ تو خودت کی هستی؟ سرداری ابله ها هستی؟ ملیس مثل گل غنچه است. نازک و ظریف است. او را مگر من به تو بر این ابله کوچگرد میدهم؟ یا خدایا عدنان او چی میگوید؟ تکشی راست میگوید. مثل من نازک و نازک طبیعت. یا خدایا من چی ها گفته ایستادم؟ این تکشی به سرم بلا میشود. برادر چرا ایستاده ایم؟ این را هرچی زودتر لطکوب کنیم. این ابله نابکار مرا دزدیدن میخواست. تو را به دام افتادن. همین طریق ملیس را از تو جدا میکرد.
وای رو با وای. کنی این رو بزنیم و با محلهشان برگردونیم با محله خیتایی ها. من خیتایی نیستم، ژاپنی هستم، فراموش نکن. از هر دوی شما هم نمیترسم. من از عشقی که به میلیس دارم هر دویتون رو میزنم. تو ایست کمال برادر، این آدم رو به من مون، من او رو میزنم. کنی نزدیک شو. یا خدایا سرم کفید. چه خیل مرد استه؟ ترسیدت ها؟ کنی گم شو از اینجا. آخر عدنان گذار این رو، او ورزشی زدن رو ندارد. من باز بر میگردم، میلیس از آنی من میشود. گم شو از اینجا، گم شو، دف شو، نت شو، زود. شد. آرام شو عدنان. ای خیریت که هایمو دختری فکچختی چمن خلاص شدیم. جنگاور جانمون خلاص کرد. آمین. انا که جنگاور او دختر بهنه را میگیره و هجری ما سایرم قطی خانه دار میشود. جنگاور رو در کجای بینم؟ اول تشکر میگویم. البته می نداری بکه، البته. چی گفت؟ شما باز کی هستید؟ در محله ما چیکار میکنید؟ من میدونم چه خیل به گپ میدروید. نه این خیل. یاسنا جان عجب استادم زیاد چیکار کرد؟ یک با او زنگ زنم. الو استاد زیو. استاد من این زها رو زدم، شما زهرا رو پیدا کردید؟ یافتم هجری. با دامل و زیو بودن شما باور نکرده؟ نه باور نکرد. استاد جانمه دیدید بسیار زیق شدم. استاد زهرا هم به نزدیکی حقیقت را میفهمد، پروا نکنید، غمگین نشوید. استاد نو به سرم یک سوال اومد، ممکن است پرسم؟ نپرس هجری، نپرس. استاد در قروتاو گوشت انداختن جایز باشد یا نه؟ چی؟ همین قروتاوی گوشتی جایز است؟ الو ای مرک. الو استاد. الو کش تلفونه؟ خیلی مایلش سوال رو بعد میپرسم. بابا ای جنگاوره؟ اوه جنگاوره آزی جزاشو نمیتم. افغانستان زن و را زن گم شوید. دست نمیجه. ای خدا را شکر شه، خدا را شکر. هی آفرین جنگاور، کان تبزه. ما هم در باره تو صحبت داشتیم. آدم رو به یاد بیاری می آمده است. بچم مورا قرضداری کلان کردی، ای بلای کلان خلاص کردی. انا که ای ما یک زیافت کلان برای تو. بیا خونه بریم. رفتیم بچم، یک آشی بمزه رفتیم. خانم تشکر گفتن لازم نیست، از راستی لازم نیست. من تنها یک چند کوچگرد رو زدم، یعنی باور کنید تشکر نگوید هم می شود. ای بچم تو چی میگوی؟ ای وقتی که تو هجری را از سنم جدا کردی او ما از زمین تا آسمان ای تو می نداریم. رفتیم بچم، رفتیم ایسته شما چکار میکنید؟ تو چه خیل آدمی خوب بوده ای جنگاور. همکار قریب بود مرا میکشتی، دیوانه هستی؟ حالا هم گردنم درد میکند. مراد من حیاتو ترا نجات داد. هم خیلی می نداری بیان میکنی. دوستم بسیار درد دارد، کنه بینم کجاش درد میکند. دستا بگی مراد التماس مرا نرد نزدیک نشو. رنگ میرالیش کم با کارات بگونی هم.
قرطق ماجی خیلی نفس کشیدن نمیتونم. داملو زیو بود است. من به تو نشان میدیم زیارو. بگی دستم بیزار کردی نکیم تو. آرام شو همکار، خودت را به دست گیر. انا اومد دردی سری من. بگی بچم بگی، همه یمی در سرخانه برای خودت کردم. بگی بچه. وقتی که تو او دختر هجری جدا کردی، چیزی که بخوای ما اجرا میکنیم. میمون عطای خدای. دختر جان اکد ده زنگ بزه بگو تیز بیویا، شخصا خودش جنگ آورده تشکر بگه. تیز زنگ بزه. ای دختر تو شخصی ده ایستادای؟ چی به ایستادای مطرح میگم؟ تو چه خیلی دختری مایی؟ یک تلفنم کرده نمیتونیه؟ بگی بچم، بگی بخور، بگی شرم نکن. بگی جنگاوری جونه تلفن زنگ زدیسته. معذرت میپرسم. الو. ولی بفرمایید گوش میکنم. ولی فهمیدم. ولی حاضر در یک جای مهم هستم. مهمانم. تمام. زود با مکان حادثه میآیم. دور نروید. جواب نمیدهد. آخه چه جواب نمیده؟ این جنگاور هر روز مهمانی مایی که او جواب نمیده. یک اسمسش رو که جواب ده عصبیم نکنن. ببخشید من باید زود بروم. مرا در مکان حادثه منتظرند. تعجیلا. نه نمیشه بچه. ای حاضر اومدی نمیشه. ولی رفتنم لازم. ای نه بچه جونه خیلی نمیشه. هیچی نخوندی. ای پهلوه بگی بچه جون. بگی همه خیلی با مزه که بچه روی نکه بچه. من نمیمونمت که تو برای. نه نمیمونم. هیچ گجا نمیرای. ما میمون منایی خیلی جواب نمیتیم. آقای سعدی بیا هممون یک جویا یک صورت خودروی بگیریم. ها؟ کو دخترم بیا یک سلفی بگی. تو چی ایستادای؟ نمیشنوی اوچت چی میگه؟ کو یک صورت من بگی؟ ده بناشم من خودم بگیرم. ده کو یک سلفی بگی؟ انا بسیار زیبا. انا که این صورته چمن ستنگچه در روی که بنویس که دامادی تو در خانه ما افقاتای بمزه خورده سای افقاتای تو بقولش نیست. بنویس. خانم چمن دیوانه می شود. دیگزار دیوانه شود. او رویش کن آخی. تو چه خیلی دانشگاه میخونی؟ چه خیلی فرزندی گب نگیری؟ همه صورت رویی که میگن نمیفهمی؟ ای حالا باورم نمیآید. اما از این باز لباس جنگاور رو پوشیده اومده ما رو فریب کردن میخواست است. ای به خدا هر وقتی که به یادم میآید عصبی میشوم. زنک جان ها کنی از این یک بینشو آرام شو. نسبت جنگاور رش برده است. برای همین که کرده است. گوش کن سنا. دیگر هجری قدمش رو به این خانه نمیگذارد دخترم. با تو اسمس آمد زنک جان. شنیدم خودیر. کار نیستم. تو بسیار عصبی هستی. یا خدایا. همش از پشت هجری است. ای با چشمونم باور نمیکنم. چی شده زنک جان؟ ای آخر داماد من در اون خانه چکار میکند؟ با سلفی کردند. قادر هجری در کجا است مادر؟ او رو نمیبینم که؟ بس کن هجری گویی رو آخر. تو نمیفهمی مگر دشمنی من دامادی من رو از من جدا کرده ایستاده است. من رفته دامادم رو میگیرم. به خدا میگیرم. زنک جان
در کجاین نینزا ها؟ در کجاین؟ نینزا حقیقی من هستم. بخیز بهتر بیا بخیز. بورنگ نورمدی کجل رفتور داری. آخه چرا با من خبر نمیدید؟ ابره چرا این خیر میکنید با من خبر نمیدید؟ خانم تونی را تا فرودگاه برده زود از آنجا گشته آمدم. اگر در وقتش برگشته می آمدم جزایش را میدادم. خانم تولین ایرپورت بردی پدر؟ برای چی؟ دختری تقایم نامزدی دارد، برای همین به خوجند رفت. از می دیونه تام قطعه تولین میرفتی عصبم آروم میشده، میرفتی اونجا شلشک خوجانی میزدی، استراحت میکنی. خاموش باش بهتر بیا. خبری نینزا ها را شنیده زود به اینجا آمدم. در کجا هستن آنها؟ охир падарҷон, Аднан ҳамаш рӯлату кӯб кард. Барои ҳамин ба ту ҳеҷ кас намонд. Аз ҳамин лиҳоз туро хабар накардам. раҳмат камол бародар, медонед ҳамаи он нинзаҳоро ба қабристон фиристоданӣ будам, вале духтари ниқобдор онҳоро ба ман нагузошт. агар мегузошт ҳамаи онҳоро нест мекардам. ҳа ҷасур, чеҳраи духтари ниқобдорро дида тавонистӣ? комиссар мурод, номи ӯ маълум аст. ниқобдор чӣ хел медидам? ҳа фаҳмо. ами камол ба ми девнагиш аслида баақалтар мурод. ич хели саволе ки чеҳраи духтари ниқобдора дидӣ ё не мурод? аз болои маска чӣ хел рӯша мебинад? ё раббил оламин. ё худоё тавба. шояд гарданатро зер кардан ба сарат оксиген намеравад Зубайд? вақте ки ма ҷиқидим қиртиқота оксиген нафас кашидан натонистӣ, пружной сар ки вайрон шид, баъдам хел ҳаққи саволи беақло намедӣ. намедонам ки гулӯи киро зер кардааст Зубайд. ман қиртиқоитара ҷиқидим ки ё китай мара. дар бораи духтари ниқобдор ҳатто камтарин маълумотро фаҳмидан мехоҳам Зубайд. ҳоло ҳам маълумот мегӯяд. мурод ту маро девона мекунӣ. бародарам, духтари ниқобдор зӯро шаъли аст. чаро намефаҳмӣ? зӯро шаъли зиндаст охир. я фикр кун. зӯро шаъли духтари ниқобдор чанд бор омада милисро наҷот дод? 2 бор. духтари амакиша вагарна барои чӣ наҷотш метавон? каме фикр кун. ин чӣ мегӯяд? сафсата нагӯ Зубайд. зӯҳро шаъли будааст. як ҳикояро ҳамеша нақл кардан дилатро намегирад. духтарам зайнаб дар куҷост? зайнаб дар куҷо аст? рост гуфт. зайнаб дар куҷост? ё ин ки нинзаҳо ӯро рабуданд. чӣ гуфтесте падар? ба ӯ ҳеҷ чиз намешавад. аз пушти ӯ шуда духтари ниқобдор бо ман рафтори хуб накард. ту чӣ гуфтесте мурод? чӣ гуфтанамро медонам. агар гулӯямро зер кардӣ ба сарам оксиген намеравад. ором шавед, ман ҳуҷраашро мебинам. ана худаш ҳам омад. шом бахайр. зайнаб ҷон, ба ми либосо ранги диловар каримоваи. о ҷони ҷигари мае. хуб ҳастӣ? ё ки зайнаб ягон махлуқ хафат кард? хубам, ба ман ҳеҷ чиз нашудааст. бия духтарам, биншин. бишидар барам. охир ба ӯ ҳеҷ чиз намешавад. аз барои худо нинзаҳо зайнабро чӣ кор карда метавонанд? бе ин ҳам ӯ ба ман машқи ҷангиданро меомӯзад, каратеро. ту воҳима накун охиру ҷасур. ман дастамро ба дар задам. ҳеҷ чиз нашудааст. дар заде? куя бор бинам. зайнаб бихи ба лесат барам. охир чӣ шудааст ба он нинзаҳо? Аднанро чаро дуздидан мехостанд, фаҳмидед? фаҳмидем. вале ки будани духтари ниқобдорро нафаҳмидем. ту ягон фикр дорӣ Зайнаб? духтари ниқобдор дар куҷост? духтари ниқобдор? мурод чанд бор ман ба ту гуфтам духтари ниқобдор зӯро шаънли аст. духтари ниқобдор дар ҳақиқат зӯҳро шаънли аст? ҳамон дӯстдоштаи калтакел аст? бетарбия. намегузорӣ ки он духтари бечора дар қабраш оромона хоб кунад. падарҷон, ин бачатон коргари КГБ аст. чизере ки ман медонам шумо намедонед. мурод, ман дар ҳақиқат дар бораи духтари ниқобдор чизе намедонам. бе ин ҳам ту дар ягон масъала чизеро намедонӣ. дунё чапа шава, ту парво надорӣ. мурод, аввале ки духтари ниқобдорро ту аз даст додӣ, боз омада инҷо мардумро пурсу пос мекунӣ. охир ту чӣ хел одам шудаи мурод? ай ростӣ ман дигар тара намешиносам. ту гап назан Зубайд. бетарбия. духтари ниқобдор аз пушти ту гурехт. агар ӯро намепарондӣ ман ӯро дастгир мекардам. дар ҳақиқат комиссар Зубай, ту чаро духтари ниқобдорро парондӣ? охир ӯ маро аз дасти нинзаҳо наҷот дода буда? гӯш кун Аднан, мефаҳмонам. агар духтари ниқобдорро намепарондам, духтари ниқобдор ин ношукрро мепаронд.
با شرم و حیا را نمیدونی در بین مردم زیدیما گپ میزنی جنابی مرادا؟ به خدا براو. اگر همی از می دیونه نمیبود احوال تا بد میکردم. آدمی پست. خودم رو به زور میدارم که این کمی سر رو نزنم. سردارم. بله سردارم. فهمیدم سردارم. بله او هم اینجاست. تمام سردارم. مراد خیز سردار زنگ زد. یک مسئله مهم است. خیلی مسئله مهم است. دختر نقابدار دیده مسئله مهمتری نیست. تو بیرا من مانده شدم. دختر نقابدار رو دستگیر کردن. چی ها میگویی ها؟ در امنیت است. منتظر ما است. رفتیم. یافتم. نهایت یافتم. این ابله رو ببین. ما رو یافته است گفته چقدر خوشحال شد. نمیفهمم من با این آدم چیکار کردم؟ رفتیم زبید. با خدا زوری مراد. ای راستی فقط در سرت فکر دختر نقابدار خیالی شده. اما دختر معقول ته دیوانه ای تو رفته میگویم. معذرت میخوایم. بوی کشید معقول میشم. بو بکش چه میشم که تو نمیگیری؟ معقول شد. بوش به مزه. ای آفرین دخترم. جناب من حاضر باید روم. بعدم باز میایم. میشود شام بخیر احمد. بچم هیچی نخوردی. اولی بیت چمنی ستانچه میایم. چی؟ چمنی ستانچه؟ حالا نه اومدی جنگوور مگر میگذاریم که روی کنی بینشینه. بشی. انا اومدن. بنفشه در بکشو. ای کنی یک سوئیس تو در کجا هستی دامادی من؟ ای شو اومدی؟ دامادم. ای دامادی من تو در اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنی دامادم؟ تو دامادی من هستی. دامادم رو دیهید؟ نمیمونیم. اون مهمونی موای مورا ایادمای بد خلاص کرده. ای دامادم تو دامادی من هستی؟ چرا این زن رو خلاص کردی پسرم؟ البته خلاص کرد. چی با خلاص نمیکرده؟ جنگاور را نمیتیم. چرا دامادم را نمیدی؟ نمیفهمی. نمیتیم گفتم نمیتیم. این جنگاور مهمونی موای. میفهمی یا نمیفهمی؟ جنگاور مهمونی ما است نمیدیم. جنگاور دامادی من است. این میمون سنم ارزش جنگاور رو نداره. دیوانه شیطانی تو. نسبت من حسد میخوریم خیلی. نسبت من رشک داری. کسی که به من عاشق میشود او رو هم رشک میکنی. هجری تمام شد و باز از پس جنگاور شدی. میمون سنم تو جنگاور رو جادو کرده ای. وگرنه چرا با تو عاشق میشد است؟ نمیمونیم خونه ما. بس کنه. بس است. چیکار میکنه داخل؟ آدم های کلان ای بس. مادر جان گناه هست داخل. ای پسرم مادری تو من هستم. چرا تو این زن رو مادر جان میگویی؟ بله راست میگوید مادر جان. گناه هست نکنید. آفرین پسرم. تنها مرا مادر جان گوی. پسرم بسیار شیرین است. بسیار شیرین است. ای زنک جنده شده. او فقط تو را اوچه بگه. من در سین سالی اوچهشم. منم میتونه اوچه بگه. بس است آخیر. کنی جنگاور رو با ما دیگه. جنگاور از که باز جنگاوری تو بوده است؟ به هجری چه خیلی که خیانت کردی؟ با این هم خیانت میکنی. در 2 دقیقه خیانت میکنی. عقلش رو خورده است. با این دختر باور کرده نمیشود. من شما رو آگاه کردم. گپایش رو شنیدید؟ گپایش رو. تو کی هستی آخیر؟ تو چی ها میگویی؟ تو فت پریده؟ حاضر به تو دیشون میدیم. کنی جرم به من؟ بس کنه. از برای خدا این جرم ها رو کی در اینجا میگذارد؟
خیلی آدم вайроншавии ҳозима, зардаҷӯш, боднокии рӯдаҳо, харобгардии фаъолияти медаю рӯда, туршии аз меъёр зиёд, ин ҳама метавонад боиси афсурдаҳолии шумо гардад. оксасид илоҷи дурусти рафъи ин аломатҳост. роҳат гузаштани ҳар лаҳзаи ҳаёт аз интихоби оқилонаи мост. оксасид интихоби дуруст барои рафъи ноҷуриҳои меъдаву рӯда. سرها را دستگیر میکنید. هر دو این زنها آدمهای تاجر و ثروتمند را به دام خود افکنده شانتاژ میکنند. اوف مراد، به این زن نگاه کن. همین قشرینکی است که بسیار زیبا است. قسم میخورم همه را به دام میاندازد، همه را میلشپاند. همکار تو این را نگاه کن. مار کو بینیمش؟ ایتا با زیبایی که همکار چی کار میکنی ها؟ من تعروسی مرا بگی بزارت نه او رو اول من انتخاب کردم. بیده میگویم تو بچه یه من یه تو رسم رو بیده میگویم. بچه ها شما چی کار میکنید آخرا؟ این زنها در کارهایشان بسیار ماهرند. تا حاضر قریب 40 نفر آدمهای ثروتمند را به دام افکنده، دلخوشی کرده، رسم گرفته، تهدید کردند که رسمها را به زنهایشان میفرستند و پول گرفتند. مارها عروسه بینند. کنه بیده اون را. مراد چی بیقل داری به عروسه اینجا؟ نبینم این دختر زیبی ما داره. این نبینش روی سیاه موی سفید رنگ زینبه. ایت رنگ عالم ببیه زیبی تو داره. عالم زیبی من را ندارد، فهمیدی؟ اون را بیده. ای بچه بگی دست بیقلی نکن. بچه ها چی کار میکنید؟ به خدایید یا خدایا گوش کنید. هر دوی شما نقش دو ثروتمند و عروس باز را میبازید. با این دخترها شناس میشوید. بعدا هر دوی این دخترها شما را شانتاژ میکنند که در روی جنایت آنها را دستگیر بکنید. فهمیدیم سردار، فهمیدیم. کنی به من بیده. بیقل بدی عروسی مرا اینجا. عملیات رو برباد میدهی. به من بیده. برای چی عملیات محو میکردم من؟ همکار چیکار میکنی؟ اون دختر تو رو نگاه نمیکنه داخل. برای چی نمیکرده؟ پیر شده ای تو، نگاه نمیکنه تو. بچه‌ها شما چیکار میکنید؟ سردارم همین دختره که ما بگیرم. نه من میگیرم. برای چی تو میگرفتیش؟ هم دختر زیبی ما داره نمیفهمی؟ همکار به من ده دیوونگی رو بس کن آخر. ای جنگلم خیلی خودت خلاصه ببرون. کدام دختری که مدام خول میشه مراد میگیرش. مراد همشه میگیره. همشه این همی مراد میگیره. جان ما در نوک بنی آورده سردارم. نفس میگیره. جان ما در نوک بنی آورده. از بخیلی میگوید سردار. بچه‌ها به خدایت درباره عملیات یگان سوال دارید؟ من دارم سردارم. وزیر ما نقشی مردکی اویلدار، ثروتمند و عروس باز رو میبازیم. همین خیلی نیست؟ اولش که در کیسه ما یک سومون پول نداریم و اویلدار هم نیستیم. خیلی اویلدار هم میشوم. در نقشم هست. زینب هم میگیرم. توی منم نزدیک اومدگه. عجب و زینب شیده میتونه جنگلم بو. در همی عملیاتم اگر زینب شود چی خیلی سردارم. چی؟ خیلی عالم ببی زنی مراد شما میشود. بیهودگویی نکنید. این بار خاندار فلان نیست. نمیگذارم که عملیات را محو کنید. شما حاضر اینها را بگیرید و در حال به کار شروع کنید. گپ نیست جنگلم. سلنوس کولی زینب میگیرم اوی بینید میریزه. در چلیک زینب چله را میدوزم مرادم دام میگیره. چی روز توی میکنم؟ یک اول از زینب میپرسم که روزی هست یا نه. بیهوده حوث میخوری همکار. زینب با تو خاندار نمیشود. اگه برای چی زینب زنی من نمیشیده؟ میگو زنی تو میشوم ها؟ زینب ای مای مراد یک گپت بگم. همین خارجو دارم که در توی ما و زینب روی تو را ببینیم که چی خیلی سرخ میشیده. تلخه تو بکفا. به این خیل میشود زبید. به این خیل میشود. رنگ میمونی. آی بیا دامادم بیا. ببین خواهی میتوانی امشب در خانه ما بمانی. خیر میلش خودت میدانی. ولی پگاه در خوراک شام منتظرت میشوم. حتما بیا دامادم. قابل داده نمیتوانم.
ҳар лаҳза кори муҳиме метавонад барояд. ба худо зиқ мешавам. гӯш кун, ҳатман мунтазир мешавам. барои моро ҳамроҳӣ карданат ташаккур писарам. шаби хуш. шаби хуш домодам. шаби хуш. гӯш кун ҷанговар, ба домодам гуфтаниҳои модару падарам ҳавасат накунад боз, чунки ман бо ту хонадор намешавам. ҷанговар, маро фаҳмидӣ? бо кӣ хонадор мешавӣ? ба ту чӣ? баро канӣ. бирав зуд бирав. фаҳмидӣ? фаҳмидам. хуб, ту чаро аз рӯи такаши шикоят накардӣ? чаро шикоят мекардам охир? ман дӯст медорам ки ӯро бизанам. гӯш кун, агар шикоят кунам, полис ӯро зери назорат гирифта маҳкам мекунад. баъд ӯро зада наметавонам. Зайнаб, бори гузашта ӯро чунон латукуб кардам ки ту бояд инро медидӣ. бубин, ин хел мушт задам, ин хел шата задам, баъдан як калаи дигар задам. ором шав чемпион. мегӯяд ки мо бояд аз мелис дур шавем. охир ту худат ки ҳастӣ ки мегӯӣ аз мелис дур шавед, ҳа? медонӣ чӣ мегӯям? ба ту ҳам такаши ҳам камоли сиёҳ ошиқанд. ҳофизаи камоли сиёҳ дар ҷояш нест, туро ба ёд надорад. аммо такаши ба ту сахт дил додааст. ҳардуяшонро намехоҳам, ҳардуяшонро мезанам. ана ин хел. ай зайнаб ҷон, хуб ҳастӣ? тамом хубам элис ҷон. ай маъзарат мехоҳам, ақлам дар ҷояш нест. охир бо ту бо ин аҳволат боз машқ мекунаман. хубам. кани шин зайнаб, ба ин ҷо шин. хуб ҳастӣ ҳамин хел, не? мебахшӣ. хубам. вай зайнаб, як чиз ба ёдам омад. он духтари ниқобдор кӣ бошад? 2 бор ҳаст ки ҳаёти маро наҷот медиҳад. як бор аз дасти нинзаҳо наҷот дод, як бори дигар аз номзадиам. не, охир ин духтар кӣ бошад ки ба ман ёрӣ медиҳад? намедонам охир мелис. кубиги бародар, нӯши ҷон. ташаккур бародар. мақсад ин ки зӯро туро бовар накарда? зиқ шудам бародарам. гӯш ки бародар, ба фикрам афти навод маъқулаш нашид. бини табин борик шикадай, ҳама бини карчкамонанд зур буд. мумкин хеле рӯя нағз набина. шавкат бас кун сафсатагӯиро. ё худоё, тавба, бе ин ҳам асабӣ ҳастам. барои чӣ асабӣ шудеста? ё худоё, айб ма чие? ба фикрам гуфтактай ё хати Шавкат зиндагӣ мекунӣ ё хати ман. саросема нашав, ором бош. гӯш ки бародар, шояд духтари ниқобдор Зуҳро нест. мо хато фикр кардем. вақте духтари ниқобдора Зуҳро гуфти ту, урам ба худаш гуфт кубе гӯш кунам ҳамин паданала чӣ мегуфта боша? ин хел мешавад магар? 2 сол аз паси аждаҳор буд ку? мелисро 2 маротиба наҷот дод. ба ҷоз Зуҳро кӣ буда метавонад? ба худо ба фикрам далели аниқ надорем бародарам. ӯ набоша чӣ? агар духтари ниқобдор Зуҳро набошад ҳам, Зуҳро зинда аст. ӯро пайдо мекунам. оҳ, бародар, ин чӯҷа кияй? ба ту чӣ? расмро ба ман деҳ. бадбахт, ячи ба ту гӯям. ту Зуҳроро меёбам гуфта дар гирду атроф ҳамеша дод мезанӣ, бо шаҳр накарда арӯсбозӣ мекунӣ. Шавкат, чиҳо мегӯӣ? чӣ хел арӯсбозӣ? ба ҳамаи чӣ кор дорӣ? ин амалиёт аст, амалиёт. ё худоя, тавба. эрӯз чиёе? нагуфтӣ ҳеҷ хеле амалиёт боша? бадбахт, морам хабар куда и хеле амалиёту хизмат кунем. охи гӯш ки бародар, и хеле амалиётуро гавза мо ҳал кунем. ту айпаси Зуҳро боша. меёбам Шавкат. Зуҳроро меёбам. номерои телефони ин амалиёт омада бутем, ҳалаш мекунам. ту айпасш наша дигар. ин хел бошад, ман мехезам.
شبی خوش زیبایم. با دقت باش ها. تو در را محکم کن که یگان کس نداروید. شبی خوش ملیس. کمی سرمورد. یعنی لباسی دومولوگی پوشیده مرا به دام افتانیدن میخواستی؟ مرا به جای ضعیفی هم زدنی بودی ها؟ نامی دوست داشتم را استفاده برده مرا دستگیر میکردی؟ من جواب این را از تو میپرسم. تو را به خودم عاشق میکنم، بعد ضربه سخت میزنم. انا به دومم افتادی. این آدم چی خیلی به من اهمیت نداد ها؟ عجایب چه خیلی به من اهمیت نداد. به من هم اهمیت نداد. به خدا من بسیار حیران شدم. امیدوارم این رو به من میفهماند. انیق پیش یگان زن میرود. ببین چه خیلی پوشیده است. ملیسی عشقم، تمام شب از فکر تو به چشمانم خواب نآمد. برای یک لحظه دیدن تو دنیا را میدهم. دیشب اون تاکاشی ابله رو چخیلا تو کوب کردم. تاکاشی؟ اوف، حافظه این آدم کی بر نگشته باشد. بس است آخر. از پوشیدن این لباس ها دلگیر شدم. اون تاکاشی نیست مگر؟ تاکاشی؟ او چخیل جسارت کرده است که به اینجا آید. پیش درو. گل زیبایم ملیس. عدنان جسور اینقدر آدمی بی شرم بوده است. آخر تاکاشی با تو نگفته بودم که دیگر به اینجا نیا ها؟ شته های خورده‌ات بسی نکرد. اینجا چیکار میکنی؟ باز شته میخوری؟ من به نزد تو نآمدم، برای دیدن ملیس آمدم. چیکار میکنی ملیس را؟ با تو چیه؟ از تو باید پرسم. البته از من میپرسی ابله. نفره که دوست داشته کمالی سیاه رو با چشمی بد نگاه میکنه چشمانش رو میکنم. عدنان ملیس دوست داشته من است. تو خاموش باش. نخندون مرا عدنان. مگر ملیس دوست داشته این میشود؟ ملیس مثل یک گل نازک و نازنین است. مثل ملیس بر این دختری زیبا در دنیا نیست. بس کن. مرا با این گپ‌هایت عصبی نکن. گم شو از اینجا. ملیس اینجا نیست. در کجا است؟ نیست میگویم، نمیفهمی. باید که او رو ببینم. هر ثانیه‌ای که او رو نمیبینم در نظرم مثل سالها دراز میگذرد. برادر این دیوانه شده است. یا خدایا بیمار است چی است نفهمیدم. عدنان ملیس همین است؟ ها همین. عدنان گوش کن. تاکاشی بسیار بچه خوب میتوبد. ملیس رو با او دیهم رود گم شود. چی گفته ایستادای برادر مرا عصبی نکن. بخیر عدنان این دختر بسیار خطرناک است. من این دختر رو با او میدیم رود. بگه تاکاشی این رو با خود گیر. رحمت چی کار میکنی برادر؟ بیا رفتیم آخر. رسم رو به من ده. نه نمیدهم. بیده رسم رو. مورم هم نمیدهم. رسم رو بیده میگویم. نمیدهم. بیا رفتیم. من این دختر رو با این دادم. رفت. بیا رفتیم. کمال سیاه تو چی کار میکنی ها؟ سلام همکار. سلام. معلوم شد که دخترها حالا هم نآمدند. زود روز عوض رفتن ممکن. اگر جوابشون داده باشه حاضر میرسن. مسخره باز. مرا گوش کن. وقتی دخترها آیند تو گپ نمیزنی. تنها با انگشتانت اشاره میکنی. اگه برای چی تو گپ میزدی؟ من هم دهان دارم، زبان دارم. از همه مهمش من تدخ شوترم.
شد همکار، فهمیدم. آمادند. کاتش ما 200 میلیون دلار نقد کردن راستی گپ نفروختمش. گپ نگاه دارم. همین خیال دوستم خوب کردی. میگم جورا بگونه نشود تا 100 میلیون دمیتمش. مصلحت میکنی. مرا نگاه داره؟ نه مرا نگاه دارم. اگر کرته اطلسشون بپوشونی رنگی سعی جلال توهیر میشود. چشمکیم زده استه. اگر بفهمم که یک سامون نداریم چی میشیده باشه؟ همکار چرا تو رو نگاه میکردن؟ انگشترینت رو نگاه دارن. سستتا نگو بچه بی اخلاق. این خیستن پیش میلیونر آمده است. سلام جنابان، با شما نشستن ممکن است؟ چی بله؟ شما فقط امر کنین. مرحمت بشینید. بس تو دقیقه بکشم. مرحمت بشین. تشکر. تشکری زیاد. جیک. سلام. السلام. زبید مرام شما با. من داشتم لیلی. من شیرین. مراد. زبیدم. از شناسایی شدم. مایتده شدترم. من مراد هستم. مراد. همین 100 میلیون در میتمد خونه را مراد. و خاطرم بانوا. مقیم منصور 65 میلیون دلار دادم کرته اطلس پوشیدن لباس دختری خاطر گرفتن رفتن روسیه. قطعا مود کرته اطلس میره در مسکو سیتی نوزیر جشن بگیرین. من راستی؟ اگه میگم دبی تون ببرم در سری برج خلیفه ببرم تون دبی تماشا کنین. هر تای بالا برج خلیفه با پاراشوت با تگ میپارتیم. چی گفتی مراد؟ من به تو نگفته بودم که اینها اینجا عروس بازی میکنند. مراد این به تو هیچ نمیزیبد. چرا با من این خیلی رفتار کردی؟ با اون نگاه کن. زبید رو هم به خودش مانند کرده است. اگه مراد خودم خوب نیست. بیچاره رو بیروحه کرده است. یگان چیزی دیگر میخوایی؟ باز شربت بیو. نوشی جان. یا خدایا، دخترها باز او آمد. با من چسبیده است، دور نمی شود. این آدم با بتپرست مانند است میلیس. بگذار مانند باشد. با ما چی نازیه؟ با ما چی دخل دارد بتپرست بودنی او؟ من در جای خوانده بودم بتها هرگز دینشان رو عوض نمی کردن. یعنی تو با گویی که با جز مسلمان من با دیگر یک جو بودن نمی توانم. با فکری من انیق از دست می کشد. او نوزیه این چه خیلی دانایی است. زهر بریم به خدا. کاش من هم می داشتم. یک چیز میگویم، فکری گفته‌ات بد نیست. بله همین خیلی. سلام میلی. بیا ما از پای کار میشیم. تاکاشی. سلام. سلام. گوش کن تاکاشی، تو بسیار آدمی خوبی، اما من با نفری که مسلمان است یک جا شده نمیتوانم. یعنی با این اویلم و نزدیکانم اجازت نمیدهند. چی؟ با فکرم از او خلاص شدم. یعنی مسلمان می بودم با من یک جا می شدی ها؟ البته چرا نمی شدم، ولی از سبب که دینت رو عوض کرده نمی توانی. غمگینم. یا خدایا، نهایت خلاص شدم اخیر. خلاص شدم. دخترها چطور فردا؟ رفتید. جنابان ما میخیزیم. به این هم بگاه با میخوریم. مایل من هم برم ویرتلون از زپرفکه کنم. یه کار دارم. روز بخیر. تا بازدید. میگم اگه نمردیم شاید در خانه ملانیر استراحت میکنی. زنامون خارجه رفتن. قصر کلان خالی ای. اویلکم گرفتم. تا سهر حساب شد میکنی. این خیر باشد بگاه میبینیم. خیر
بای بای. بای بای. خیر. خیر دخترها، خیر. همکار تو هم اکتیوری خوب بودی. در 2 دقیقه دل دخترها رو یافتی. من در این کارو تجربه زیاد دارم برادر. کم کم بیاد ترم میآموزم مراد. زبید دخترها به تو به انگشتی دستت عاشق شدن. ولی شمسی بچه مجید یوروپا میبره تلخیت میکفه. زینب؟ آن دخترها کی بودند؟ کدوم دخترها؟ کدوم دخترها؟ مسخره بازی رو بس کن. هر دویتون با اون 2 شیطانچه روی راست عروس بازی داشتید. زینب همش میفهمونم. چی رو میفهمونی اخیر؟ هر دویتون آشکارا خوشحالی داشتید. هیچ شرم نکردید؟ زینب من گناه ندارم، مراد گناهگاره. منم مراد بیراه کرد. من بچه نغزم. دخترها رو همین گفت که بیام بشینن. من نمیدونم چی به خیلی کار کرد. چی میگوی تو همکار؟ حقیقت رو بگوی آخر. بگوی در عملیات هستیم. عملیات؟ چه خیلی عملیات؟ در این عملیات باید این دخترانی را که آدم‌های ثروتمند را فریب میکنند دستگیر کنیم. در عملیات بوده است. تو کی رو فریب میکنی؟ تمام، مادامی که این خیلی است ما هم در این عملیات اشتراک کردن میخوایم. هرگز. عملیات پیشتر از پشت شما شده محو شد. به یادتان هست؟ تو برای چی خیلی میگوی همکار؟ خانم عالم راست میگوید. نقش ثروتمند اویلت‌دار رو بازی داریم کو؟ با ما هم سر در کار است. بخیر گوشه عالم بی او طرف بزن. یک گوشه تیزه های. زینب در این عملیات زنی مشه بخرمت. گرده تا بخرم زینب. التماس دارم عملیات زنی ما بشه. التماس میکنم زینب جان. من باشم زنی تو میشوم. انا ببینی که عملیات چه خیلی زور میگذره. نمیشود گفتم. سردار امنیت اجازت نمیدهد. در این عملیات شما نیستید. زبید رفتیم. زینب جان بیا تو رو به خانه ببرم بگو صحبت میکنیم. در خانه باشی یگان جون نبرو. پیش از اومدن من شما را زنگ میزنم. خوب از دلی من. چی؟ خیلی مراد سازی دیگه نه از کارت. نگاه کن عملیاتی گفتهشون دروغ است. اینها ما را آشکارا فریب میکنند. سایرام چی رو صحبت کردن میخواستی؟ کنی گبزان؟ هجری با تو باید یک چیزی مهم رو صحبت کنم. سایرام من چی گفتم؟ خیر چیزی گفتنی گبزن آخر زود؟ میدونم که غمگین میشوی ولی من با تو خانه‌دار نمیشوم. چی؟ میدونم که غمگین شدی ولی من فهمیدم که دلم به تو مایل نیست. در عصر 21 چه خیلی گهواره بخش بازن؟ سعدی ای کرشید کو انا با نزدیکی خانه دار میشوم. شده که چه تمام یا اکه گفمونه محکم کنیم نبینن اون شرم نکنن. من دلم رو با دیگر کس بستم هجری. خدا رو شکر از سایرام جانم خلاص شد. سایرام دختری هوشیار کنی بگوی با کی دل بسته ای با کیه؟ با جنگاور. با جنگاور؟ کاش هنگامی نیزه ها رو زدنش او رو میدیدی. جوان مردی حقیقی یگید چونان با قوت بود که یک و یک بار دلم با او گرم شد. یا خدایا غیر امکان است. بیرو هجری اکنون تو رفته با سنم گپ بزن. او رو دوست میداری. بیرو. بله نزدیو میروم. لیکن با او دوستداریت را گفته نمیتوانی. چه خیل گفتنم را نمیدانم سایرام. چند بار گفتم آن دختر را تماما فهمیده نمیشود. مثل جنگاور بشو خیر. کمی یگید بشو جسور باش.
چیکار میکنی؟ پیشش میروی، درش رو این خیل میکوبی، او را خواستگاری میکنی. اگر ندیهن میره بایی گریخته میروی مثل جنگاور بیشه آخر. بخیز. من میروم. ایست. با او بگوی که از جنگاور دور شود. جنگاور از من است. خدایا من اکنون چیکار میکنم؟ را هجری چرا ایستاده ای؟ را با او گپ زن. مایلش. جنگاور یگانه سلطان قلبم کی با تو وا میخورده باشند. سنم میگویم. سنم برا باید صحبت کنیم. یا خدای توبه. با او نگاه کن. احترامش کردیم با بالای سرمون برامد. برای نو چیز کار نامزدی رو برهم میدهده. نه آخر کارش رو بین. توبه کردم خدایا. آخر گناه از من است. بسیار احترام کردم. بسیار. با کی میگویم سنم؟ با بیرون برو. من اینجا منتظرم. یا خدایا. در کجاست این دختر؟ سنم؟ خیر انگشترین رو پرتافتی گفته از شرم روبرویم برآمده نمیتوانی؟ پشیمانی فایده ندارد و اما من آدمی بی‌وجدان نیستم. سنم نسبتی من خطا کردی اما با تو آخران امکانیت را میدهم. برآمده از من بخشش پرس. عصبیم نکن گفتم عصبیم کردی. دلی مرا ویران کردی. سنم؟ سنم یک ثانیه. سنم یک لحظه ایستید. التماس است. سنم مادر جان من اومدم بپرسم که عجب یگان احتیاج دارید. با صدای بلند داد زدم. فکر کردم که خوب هستید برای همین وای کردم. یعنی جارو انا باتو برو مادر میگوید. مادر جان شما برو گوش کنید. جواب بده. انا باتو این همه حق. اینجا بیا. مادر جان التماس کجا میگریزی؟ ایستا. اینجا بیا. بیا کمی اینجا بشینیم. بیا. بنفشه من نهایت با هجری گپ زدم. درباره چی؟ دیگر او را دوست نمیدارم گفتم. چی؟ یا خدایا شنیدگی هایم راست است؟ با گوش هایم باور نمیکنم. بنفشه من دلم را با دیگر آدم بستم. با دیگر کرد؟ با یک یگیت بستم. زیبا چشم جسور. ای خدای من گویا که مرا تعریف دارد. نام این شخصی جسور؟ بله سلطانی قلبم جنگاور است. جنگاور؟ چی؟ جنگاور؟ دیگر با میمون سنم کاری ندارم. چی کاری خواهد کردن گیرد. بله بیا رویم. می رویم. جنگاوری لعنتی تو چی خیلی دلی دوست داشته این مرا دوست دیدن میتوانی ها؟ من تو را میکشم. های مشد اویلیک مونمت ها؟ روسیا ای وقتی که سیره میده اونا را دیده بود دیوانه تر شده دیگه. ما دا اویلیک نیست. خیلی کار کردیم ما تو زن نمیگیریم دیگه.
توبه کردم. بسیار درست میگویی برادرم، ما باید هر چه زودتر کار بیابیم. بابای قادیره کو چیگه باشه؟ علما رو جمع کرده بخی چه مافیا جمع کرده باشه؟ چیگه پایی؟ ندونم. کافی است. از این پس خراشایی که جمع آوری میکنید به من میارید. در عکس حال جنگاور دامادم کاری ضروری رو میکند. جنگاور داماد من است. از این پس هوشیار باشید. مایل رفتیم از پس کار میشویم. همکار سغره دیلت پاکینه کی جای کار گفتی اینا پیداش کردیم جوره. نه البته برادرم، دل من پاک است. چیکار است؟ بفرمایید چای شما، شربتی آلوچه‌تان. تشکر. شاید ملیس که بودن زهرا را پنهان میکند. نوشی جون، یگان چیزی دیگر میخواهید؟ ملیس گپ زده میتوانیم؟ البته. درباره چی؟ درباره دختر نقابدار. ملیس، التماس در کجا بودن دختر نقابدار را با من بگوی. آخر مراد من دختر نقابدار را نمیشناسم. چرا نمیفهمی تو؟ باید گپ زنم میگویم. مرا فریب کردن نتوانستی، اکنون دخترم کم رو فریب کردن میخوایی ها؟ من تو را میفهمم. او برایت عزیز است و نمیخواهی او را به کسی تسلیم کنی، ولی با تو قول میدهم که اجازت نمیدهم که پلیس دختر نقابدار را دستگیر کند. با این نگاه کن، چه خیلی نقش میبوزدن. ملیس، میدانم به من باور نداری، ولی از تو خواهش میکنم گپ هایی که حاضر میگویم به دختر نقابدار برسان. همه چیزی که به تو گفتم درست بود. به تو در هیچ مسئله دروغ نگفتم. تو را بسیار دوست می‌دارم. التماس فهم تو را بسیار یاد کردم. چرا این خیل میکنی؟ چرا با من باور نمیکنی؟ به تو احتیاج دارم. لطفاً اینها را برسان ملیس. تشکر زیاد. چی گپ است؟ تو بازی کردن رو دوام ده کمیسر. بازی آخی رو من میکنم. بحث است آخر. مادر و دختر قریب مرا میکشتن. این چی گپ است؟ میبخشید یک لحظه ممکن؟ من دامولای مسجد رو میجویم. چی کار میکنی دامولای مسجد را؟ یک سوال رو میپرسیدم. سوال میپرسیدی؟ این بچه‌ای که آمده ایستاده است که هجری مؤذن مسجد ما است. سوالت رو از اون میتوانی بپرسی. میبخشید یک سوال داشتم، ممکن است بپرسم؟ چی؟ استاد، یک سوال مهم دارم. از صبح سرم رو گرم کرده است. دامولو، یک بچه به خاطر دختری دوست داشتهش دینش را عوض کند جایز است؟ چی؟ جایز است دامولو میگویم. انشالله ملیس گفته هایم را میرساند. آخر من همه چیز را نقل کردم. شاید تاثیرش کرده باشد. آخر دختر امکش است. زهرا، کنی برا یک روی را بس کن، قربان چشمانت شوم. بله استاد، جایز است. باید این را از استادم پرسم.
خب ولی شما دوملو نیستید ها؟ یک لحظه استاد اینجا بیو فقط خفکه گوش کش سوال داری ها؟ گوش کن بسیار مشغول هستم بعد سوالت را میپرسی استاد اگر مرد برای دوست داشتهش دینش را عوض کنه جایز باشد چی؟ من هم همین خیلی گفتم استاد پسرم برای دختر دین را عوض میکند این چی سوالی بی‌معنی است سوال این رفیق است چه خیلی او پرسید با تو همون خیلی گفتم رفیق؟ بله جایز است استاد چه خیل؟ جایز است گفته پرسیده ایستاده است پسرم برای دختر دین را عوض میکنند چیکار میکنی از دین اسلام گذشته بت پرست میشوی مگر نه استاد به این هم او بت پرست است میخواهد دین اسلام را قبول بکند یعنی این خیل جایز است البته که جایز است البته البته یعنی برای دختر دین را عوض کردن جایز است چه خیلی که نباشد عشق حسیاتی زیبا است دختر سببی کاری خیری شده است تو وقت را از دست نداده زود دینت را عوض کن میلش انشاءالله مبارک می شود خدا از شما راضی باشد استاد از هممون هجری بسیار استاد دانشمند اینها چی سوال هستند؟ نه محصولاتی که اینشان برای خوراک باید گیرم که اینجا نوشته فراموش نکنم خط عربی رو رنگ پای مرچا نوشته ای من خط عربی رو خوب میدونم تو سوباسی رو میشناسی؟ سوباسی ما رو میگویی؟ بله او همسایه‌مان